منبع این ویدیو کتاب گل، تاریخ فرهنگی اجتماعی فوتبال نوین اثر کریستیان کولر و فابیل برندل هست با ترجمه خودم. با سلام و درود، من مفید علیزاده هستم، کارشناس مترجم رسانه و فعال ورزشی. در این ویدیو میخوام کتاب گل و تاریخ گذشته و حال فوتبال و سیر تحول اون رو بررسی کنیم. طبق منابع قدیمی فوتبال در ابتدای ورزش خشن بوده و به توده مردم تعلق داشته. سابقه این ورزش به قرون وسطا در انگلیس و با نام سوله به شمال فرانسه برمیگرده. گفته میشه که ریشه این فوتبال مردمی شکلی از ورزش باستانی هارپاستوم است. هارپاستوم یک کلمه یونانیه و این بازی به زمان روم باستان و لژیونرهای رومی برمیگرده که از طریق اونها هم وارد انگلستان شده. البته شکل قدیمی فوتبال اشتراکات چندانی با بازی امروزی نداشته و قوانین امروزی هم طبیعتاً بر اون حاکم نبوده. توی این نوع فوتبال زمین میتونسته شامل همه مساحت یک شهر، یک روستای مرغزار باشه و دروازه‌های شهر هم به عنوان دروازه‌های بازی محسوب بشن. به عنوان مثال در دربیشایر 2 تا ستون بوده که کیلومترها اصلا فاصله داشته و بازیکن‌ها باید توپ رو میزدن به این ستون‌ها تا امتیاز بگیرن. شکل اون توپ‌ها هم جالب بوده. در واقع استفاده از شکمبه باد شده حیواناتی مثل گوسفند یا خوک بوده که به عنوان توپ استفاده می‌شد ازش. رقابت کننده ها در این بازی ها شامل افراد طبقه پایین جامعه مثل کشاورزا و شاگردان صنعتگران بودند و این بازی هم در مراسمات مذهبی، جشن ها برگزار می شده. بر اساس یه افسانه سابقه این بازی به برگزاری مراسم به خاطر پیروزی مردم علیه یک واحد نظامی رومی در سال 217 میلادی برمیگرده. شکل قدیمی بازی انقدر خشن و پرتلفات بوده که ادوارد دوم پادشاه انگلستان در سال 1314 دستور میده این بازی ها به مدت چندین سال ممنوع بشه. با صنعتی شدن انگلستان شکل و شمایل این بازی هم عوض میشه و رونق قدیمی رو دیگه نداره، چون زمین‌ها دیگه حصارکشی و نرده‌گذاری میشن و زمین‌ها مشخص میشن، املاک خاص متعلق به افراد خاص میشه و اجازه بازی در هر محدوده‌ای وجود نداشته. از حدود سال 1750 میلادی گونه‌های خاصی از ورزش کوچه بازاری فوتبال وارد مدارس برگزیده میشه، مدارسی که برای تحصیل دانش آموزانی از طبقات خاص تهیه شده بوده و فوتبال در اونها به شکل قانونمند اجرا میشه و این مدارس شروع میکنن کم کم قوانینی رو بر این فوتبال اعمال میکنن. در همین دوره بوده که 2 شکل خاص از فوتبال اتحادیه راگبی و فوتبال انجمن فوتبال رایج میشه. در واقع شهر راگبی مدرسه خودش رو با فوتبالی همراه میکنه که امکان استفاده از دست در اونها وجود داشته، ولی انجمن فوتبال امروزی رو همینطوری که با پا بازی میکنن و اجازه استفاده از دست ندارن ترویج میکنه. به همین علت هم است که راگبی الان برگزار میشه، همون فوتبال آمریکایی که معروف است، اینا از دست هم استفاده میکنن، ولی انجمن فوتبال یا اسوسییشن فوتبال که به اشاره میتونیم بگیم یعنی فوتبال انجمن، فوتبالی که متعلق به اون انجمن هست اجرا میشده. این فوتبال حالا جالبه که کلمه ساکر هم از دل همین مدارس انجمن فوتبال بیرون اومده، چون اسوسییشن فوتبال کلمه طولانی بوده، اصطلاح طولانی بوده، مردم اسوسییشن میگن، بعد اساک مخفف همون اسوسییشن رو میگن که این اساک به تدریج ساک میشه و بعد ساکر میشه. ساکر در واقع همین فوتبالیه که با دست انجام میشه در تقابل با اون راگبی که با دست و پا انجام میشده. بازی فوتبال در طول سالهای 1850 تا 1890 توی انگلیس گسترش پیدا میکنه و آرام آرام راه خودش رو به درون طبقات کارگری باز میکنه، کارگرانی که در حاشیه کارخانجات مسکن داشتن و بعد از ظهر می اومدن این بازی رو انجام میدادن. به علت همین گرایش طبقات پایین جامعه، اشراف انگلیس که در مدارس خودشون فوتبال رو به عنوان یه ورزش خاص خودشون بازی میکردن، آروم آروم از این ورزش کناره‌گیری میکنن که یه تمایزی مثل همیشه با توده مردم داشته باشه. اینی که قشر برگزیده آرام آرام میرن به سمت گلف و بیسبال و این فوتبال میمونه برای طبقات کارگری و طبقات متوسط به پایین جامعه. وقتی که ما تیم فوتبال رو در نظر میگیریم میبینیم که دقیقاً همون اصطلاحی که تو واحدهای نظامی، یگانهای نظامی هست اینجا هم حاکمه. مثلا خط دفاعی داریم، خط حمله داریم، کاپیتان داریم. در واقع میگن این شکل ورزش در جریان جنگ جهانی اول هم باعث شده بود که واحدهای نظامی انگلیسی با استفاده از همین تمرینات بدن خودشون رو برای حملات آماده کنن. در واقع جریان بازی فوتبال در پادگان‌ها با این هدف دنبال می‌شده که تمرینات تاکتیکی نظامی رو هم سربازان یاد بگیرن. ما نمونه‌هایی داریم که
سربازان هنگام عزیمت به خط مقدم با هم دیگه فوتبال بازی می‌کردن، میرفتن جلو و گفته میشه که علت رونق‌گیری امپراتوری انگلستان در دوره دومش بعد ملکه ویکتوریا همین تمرینات فوتبال بوده که تو مدارس و در میدون‌های تمرین انجام می‌شده. در مورد اینکه فوتبال از انگلیس چطوری راه خودش رو به سمت قاره اروپا، چون فوتبال جزیره است دیگه، شما می‌دونید انگلستان یه جزیره است، با اروپا به وسیله کانال مانش اتصال داره، مرز خشکی با اروپا نداره. حالا این فوتبال چطوری راهش رو به اروپا باز می‌کنه؟ گفته میشه که به تدریج کشورهای دیگه همین شکل از فوتبال رو اتخاذ میکنن و لیگ‌های حرفه‌ای برگزار میکنه. از جمله آلمان لیگ حرفه‌ای رو دنبال میکرده در زمان حتی دوره نازی‌ها و جنگ جهانی دوم. همین شکل فوتبال تبدیل میشه به یک حرفه جدی برای طبقه کارگر و در سرتاسر قاره اروپا گسترش پیدا میکنه و لیگ‌های مهمی به وجود میاد که بوندسلیگا از جمله اونها است. در مورد حضور زنان در بازی فوتبال در گذشته، مثلا در طول سالهای 1800 تا 1900 و حتی قبلش، گاهی بانوان هم در زمین بازی حضور پیدا میکردن، ولی خب جامعه سنتی اون موقع پذیرش این موضوع رو نداشته. ولی داریم که در سال 1895 یک بازی فوتبال بین بانوان انجام میشه و تنها یک مسئله مهم مطرح میشه، اونم نوع پوشش بانوانه که آیا با لباس فوتبال بازی کنن یا دامن و بولیز پوشیده، که در نهایت به این نتیجه میرسن که همون محدودیت پوششی و زیاد تنگ نظری نداشته باشن روش. در طول جنگ جهانی اول و دوم فوتبال زنان در انگلستان رشد چشمگیری پیدا میکنه. شاید هم علتش این بوده، البته علتش این بوده که مردها درون جبهه جنگ بودن و کارگران بانو، خانم‌ها در مزارع و کارخانجات مشغول بودن و برای حفظ سلامتیشون و ترویج روی میهن پرستانه این بانوان فوتبال بازی میکردن و آرام آرام حضور زنان در فوتبال انگلیس جدی میشه. در اوایل 1970 بوده که فدراسیون فوتبال بازی‌های ملی فوتبال رو به رسمیت میشناسه و سال 1991 بازی‌هایی در چین برگزار میشه از طرف فیفا و رسما دیگه فوتبال بانوان شکل خودش رو پیدا میکنه. جام جهانی زنان که برگزار میشه، آمریکا آرام آرام رغبت پیدا میکنه به این بازی، البته در میان بانوان خودش. ببینید ما در امریکا شاهدیم که این فوتبال یا ساکر که فوتبال با پا است یا جذابیت مردانه نداشته و این بازی زنانه تلقی می‌شده، برعکس انگلستان، چون آمریکایی‌ها به سبب اون روحیه قلدری خودشون و قدرت بدنیشون فوتبال آمریکایی راگبی رو بیشتر بهش توجه داشتن. این فوتبال در دنیای زنا بیشتر رایج بوده، فوتبالی که به ساکر معروف هست. فوتبال در سیاست تاثیرات مستقیم و غیر مستقیمی داشته. افراد سیاستمدار، چه جناح چپ، راست، دموکراتیک یا غیر دموکرات، اینها هم توجه خاصی به فوتبال داشتن، چون میتونستن از فوتبال به عنوان ابزاری برای پیشبرد مقاصد خودشون و اون ترویج حس جاه طلبی ها یا میهن پرستی یا اون موقعیت های جهانیشون استفاده کنن. شما در نظر بگیرید فوتبالی که بین ایران و آمریکا برگزار شد چه حساسیتی بین سیاستمدارا داشت، حتی بین بازی‌های چین و آمریکا و روسیه یا شوروی سابق این حساسیت ها همیشه بوده و یه پشتش قدرت‌نمایی سیاسی هم مطرح بوده. جذابیت فوتبال در اینه که اصلا نمیشه نتیجه بازی رو پیش بینی کرد. حتی تیم ضعیف هم امکان داره که فرصت برنده شدن داشته باشه، به ویژه در وقت‌های اضافه. من در مجموع میتونم بگم که خوندن فوتبال، کتاب فوتبال گل، تاریخ اجتماعی، فرهنگی فوتبال نوین شما رو با دنیای تازه‌ای آشنا میکنه. جور دیگه‌ای به فوتبال فکر میکنید، مسائل اجتماعیش، فرهنگیش، همبستگی‌های اجتماعیش، عواملی که باعث ترویج روحیه میهن پرستانه میشه، قدرت اقتصادی و پولی که پشت اون هست و مشارکت بانوان، همه اینا باعث شده که فوتبال یه جنبه بسیار جادویی حتی در میان مردم پیدا کنه و کتابی که الان من معرفی کردم براتون واقعا تاثیرگذار هست. خوندن کتاب گل، تاریخ فرهنگی اجتماعی فوتبال نوین به ترجمه خودم و ویراستاری داوود حیدری خالی از لطف نیست. فکر میکنم در نت هم، در فضای مجازی و اینترنت هم قابل دانلود باشه. از اینکه با من همراه بودید تشکر میکنم و اگر حس کردید که این مطلب مفیدی هست، کانال مفید گفت رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو هم لایک بزنید. بسیار متشکرم.